چاگادی زنک؟ یا دیگ دونالو سر بتون دیگ دونالو کنیسی خانشم زنک یا دیگ دونالو سر بتون مرده اینا که بچه را نصیحت کردی ای دزیش مونده اینا برکت آمده اینا حوزی نونی گرمک میپزم یا شکراوی شروع میکنم هر دمون چخ چخ کرده شکراو میخریم یک خانشم زنک همی سامی کلاو نیکو بچه دزدی را بس کده برای خونه ایش که نیست که شده باشم اوتا زنک یه ای بچه مالا حالا همارا کودا پارت آمده چی بلا باشه تو الان تا قدم بگی من بچه را نگاه کنم که چی گفت شده که مالا حالا همارا کودا پارت آمده آمدی من تو نمیفهمی اخی این ما بین بچه های قوق من تاکی چی نمیگفتم ما کار بولم دیگه به خدمت دونیست یک خواب ما همین 10 نفره همین عبد نوبتی هر یک نفر مونای این دین عبد جمال الدین کرده بود عبد مونا هم جمال آقا هم جگا با اون عبد دیگریش جمشید کرده کی بود جمشید آقا با این عبد نوبت تیمای ما باید نونی گرم مایده چایده برام که عبد بخرن و مولا نگاه کنم مولا نگاه کردن دادن ما با سر نان اومدم تشکیلی میکنید تشکیلی میکنه هر عبد پیش بود با تو یکم نونی گرم پام اینا اچاد نانی گرم پخته زای من تو یکم چی تو خود گفتی فعل تا پارتو همه دگردن من که دگردن که باشه بیا خان شبزن هم دزدی رو سامی گلاونی دزدی را که پارت افته من تو تمامی تشکیلی را بگو من میکنم فهمیدی پیش بود خان شبزن بیا بچم بیا دوست برا بیا ما تو حاضی کو نانی گرم هم ماسکه میتون تا برا خطی جورا تشکیلی کردم خان شبزن اینا می حاضی اچاد نانی گرم پخته گیا اینا میجا کو اینا حاضی به ما یا ببینم کو همجا نانی گرم پخته گیا اینا نانی گرم اینا حالی نانی گرم اینا پیچاندم نصیب باشه اینا حالی ماسکشم تا غاری میکنم دوست برا جانی یک خان شبزن تا همین گلاونی همین دزدی را پارت افتی که همین دزدی را پارت افتی ما همین بسا خورسان شیدکیم تا یک خان شبزن اینا نانی گرم اینا میانم دو باندم اینا میان تامه بالی ولی با دوست برا جان اکا اچا تاگم زنم کجای کامپیر دوست برا جان مولا میرم مولا میرم که یا ماسکم بتیش یا ماسکم بتیش من چی پیچوندم همین همین پیچونده همش همش پیچوندم تا طرف مون انا زنک دیدی آخه مسافدای بابیم گفت بوده که همین خر ای خرگریش نمیمونه فهمیدی آخه ها